سلام عزیزان، با دوخت باکس دکولته ابرویی در خدمت شما هستم. تقدیم نگاه زیباتون. امیدوارم که با من همراه باشید. برای شروع کار ابتدا میایم الگوی بدون آزادی رو انتخاب میکنیم. حتما الگوتون بدون آزادی باشه. اولین کاری که انجام میدیم اینه که از نوک سینه به اندازه قد آکاردمان پایین میاییم. قد آکاردمان برای سایزهای مختلف متفاوته. بین 7 تا 10 سانت میتونید قد آکاردمان رو در نظر میگیرید. سایز من 42، من اینجا 9 سانت علامت زدم و خط آکاردمانم رو رسم میکنم. بعد از نوک سینه 2 سانت پایین میام، علامت میزنم. 2 سانت هم بالا میرم و علامت میزنم. اولین کاری که برای شروع دوخت باید انجام بدیم لقه گیریه که چند لقه داره. با هم دیگه میخوایم این لقه ها رو بگیریم. از نوک سینه موازات کف حلقه، خط کف حلقتون یک خط رسم کنید و از هر طرف نیم سانت علامت بزنید. مجموعاً 1 سانت لقه میگیریم که این لقه طلایی میشه. گودترین قسمت گردنم در نظر میگیریم و اینجا هم یک لقه میگیریم. از نوک سینه یک خط رسم میکنیم، از هر طرف نیم سانت جدا میکنیم. این لقه هم لقه توق گردن خواهد شد. بعد لقه بعدی لقه حلقاستینه. لقه حلقاستین در سایزهای متفاوت مختلفه. از گودترین نقطه کف حلقتون علامت بزنید، یه خط بکشید به نوک سینه. برای سایز من که 42، 1.75 در نظر میگیرم. شما میتونید این لقه رو تا 2 سانت هم بگیرید، برای سایزهای بزرگتر البته. اصلاحش میکنم. خب برای لقه بعدی از گودترین قسمت کمرمون لقه پیکره رو میگیریم. خط کشتون رو به این صورت به نوک سینه وصل کنید، یک خط بکشید. از این قسمت هم یک و نیم سانت خارج بشید. خطم اصلاح کنم. 1 تا 1.5 سانت تا 2 سانت هم میتونید بستگی به سایزتون این لقه رو بگیرید. دوباره وصل میکنم به نوک سینمون. الان نوبت اینه که این قسمت رو اصلاح کنیم. گودی پهلومون رو به این ترتیب اصلاح میکنیم. برای پشتم لقه پیکره رو داریم که باید اونو حذف کنیم. الگوی پشتتون رو تقسیم بر 2 میکنیم. این قسمت وسط الگوی منه. میاییم
پنسه ماهیچه ایمون رو میگیریم، مطابق با الگوی جلومون. برای رسم لقه پیکره خطکش رو به این ترتیب میذاریم و به نوک پنسمون برسه یک خط میکشیم. هر مقدار برای جلو در نظر گرفتیم برای پشت هم در نظر میگیریم. دوباره یک خط دیگه رسم میکنیم و پهلوی الگومونم اصلاح میکنیم به این طریق. الان لقه هایی که علامت گذاشتیم با هم دیگه حذف میکنیم. خب این از لقه جلومون. این خط پنسمون رو برش میزنیم و امتداد میدیم به نوک سینه برای اینکه راحت تر پنسمون گرفته بشه. یکی از خط رو برش میدیم و این لقه رو میگیریم. این از لقه طلاییمون به این ترتیب. اینم از لقه گردن. لقه حلقتون هم هر مقداری مد نظرتون بود حذف میکنید. و لقه پیکره یکی از این دو خطوط رو بارش میزنیم. فرق هم نمیکنه کدوم خط رو ببرید چون نتیجه همون میشه. به همین راحتی لقه هامون رو بستیم. این اضافه کارم هم قیچی میکنم. این قسمت دور ریزه. خب اگه نخواهید که جلوی کارتون برش بزنید یک خط صاف به این صورت میکشید تا پایین که
الگوتون رو اصلاح کنید. قد کارتونم هر مقدار که خواستید از خط کمر در نظر میگیرید. مثلا من میخوام 10 سانت از خط کمرم پایین تر باشه. هر مقدار شما از خط کمر بیایید پایین، به همون مقدارم بیشتر باکس بدن رو جمع میکنه. این قد کارمه و بقیه دور ریزه. قیچی میکنم. برای پشتم همین کار رو انجام میدیم. میام اول قد کارم رو در نظر میگیرم از کمر. من 10 سانت اضافه کردم. این قسمت رو قیچی میکنم. این دور ریز کار من میشه. لقه پیکره پشتم به همین راحتی بسته میشه. بعد اینجا من یک کمی دیگه برش بزنم. اینجا رو میزون کنم. اینم از لقه پیکره پشتمون که خیلی هم زیباست. اضافه کارم هم دور ریز میکنم. این از مرحله اول دوخت باکس.